همراهان و بینندگان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. امید است که در هر کجایی که هستین خوب و خوش باشین. دوستان نهایت عزیز، امروز قرار است با یک ویدیوی جدید از ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل در خدمت شما عزیزان هستیم. شاید در جریان باشین که ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل ثبت نامش شروع شده و البته با تغییرات جدید که قبلا از طریق سفارت شما درخواست میدین، ولی فعلا از طریق نهادهای مربوطه شروع شده که در کل 3 نهاد برای ویزاهای بشردوستانه کشور برزیل فعلا تخصیص داده شده که یکی پناهگاه و دومی ریفیوجی 2 هست و یک نهاد دیگر نیز موجود است که اینا در پروسه ویزاهای بشردوستانه با افغان ها همکاری داره که اینا هر کدامشون ظرفیت مخصوصی داره که نهاد پناهگاه یا اولی 700 تا 500 تا و دومی و سومی هم به مراتب کمتر از نهاد پناهگاه ظرفیت داره که در این ویدیو قرار است بریم و از طریق نهاد دوم و ریفیوجی 2 این فرم را پر بکنیم و با هم ثبت نام بکنیم. و اگر شما خواستین در بخش کامنت ها حتما بگین که از نهاد پناهگاه هم یک ویدیوی مخصوص بر شما آماده بکنیم. خب طریقه ثبت نام به نحوی است که شما از طریق ایمیل همراه نهادها به تماس میشین و تغییرات جدیدی که آمده نهادها فرم آورده و نهاد دوم هم برای اینکه ویزا بشردوستانه کشور برزیل صادر بکنم جدیدترین فرم را داده. یعنی قبلا شما از طریق ایمیل میتونستین که تمام مدارکتان را برای نهاد ارسال بکنین، ولی فعلا فرم جدیدی بر شما ارسال میشه که شما باید این فرم را پر بکنید و بعضی از نکات ریزی داره که من حتما در ویدیو براتون توضیح میدم و مدارک جدیدی که از شما خواسته میشه را توضیح میدم که چگونه باید تهیه بکنید. خب دوستا، وقتی که شما از طریق ایمیل بر شما اطلاع رسانی میشه به 3 زبان است که انگلیسی است، پرتغالی است و همچنین دری که دری ما بر شما باز کردیم و متنش حاوی است که هیچ وقت از شما پول یا هر نوع کلاهبرداری دیگه به نام استودیو ریفیوجی 2 نشود و درخواست ویزای بشردوستانه کاملا رایگان است. شما باید حتما مد نظر داشته باشین و گفته شما باید لطفا لینک زیر مراجعه کرده فرم و اطلاعات را به درستی پر بکنید و مدارک لازم را ارسال کنید تا بتوانید پرونده شما را بررسی کنیم. مهم، ارسال این اطلاعات تضمین نمی کند که درخواست شما پذیرفته خواهد شد. شما باید صبور باشید و منتظر تماس ما باشید. خب فرم جدیدی که بر شما ارسال میشه با هم باز میکنیم و میبینیم که چه اطلاعاتی را خواسته، از جمله مواردی جدیدی که در این فرم اضافه شده چی هست و چگونه میتونیم به دست بیاریم. خب من در این ویدیو تمام اطلاعات را براتون راه میکنم. خب اینجا اطلاعات عمومی شده داده که تشکر میکنیم که ما تماس گرفتید و واسه ما اعتماد دارید. خب اینا لازم نیست که چیز خاصی نداره که من براتون توضیح بدم. خب بخش اول زبان را انتخاب میکنیم. خب اگر شما با انگلیسی راحت بدین انگلیسی، اگر پرتغالی راحت بدین پرتغالی و اگر دری راحت بدین که قطعا دری است شما دری انتخاب میکنین. البته اینجا ایمیل آدرس تون میخواد که از طریق همون ایمیل آدرسی که